صحبت‌های من بیشتر پیرامون عوامل اجتماعی و فرهنگی اثرگذار بر این فرآیند هست. البته خب از بین عوامل فرهنگی و اجتماعی بیشتر روی اونهای متمرکز خواهم شد که توی مصاحبه‌ها با خانواده‌ها و یا درمانگرها احساس شدن. به نظر میرسه که عوامل فرهنگی اجتماعی روی پویایی‌های خانواده تأثیر گذاره. مثلا شما اگر فرض بفرمایید در یک رویکرد سیستمی یا حتی خانواده درمانگری ساختاری رو اگر ما در نظر بگیریم که کاملا به پویایی‌های درون خانواده توجه میکنه، اونجا هم ما میتونیم نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی رو ببینیم. مثلا اینکه سیستم خانواده حول محور اعتیاد به یک تعادلی میرسه، به این معنا که نقش‌ها و تعاملات بین فردی اعضای خانواده با وجود یک مصرف کننده مواد در خانواده تنظیم میشه. به عنوان مثال والدینی که با همدیگه یک رابطه پرتنشی داشتن، وقتی که متوجه میشن که فرزندشون اجبار به مصرف پیدا کرده، یک عامل مشترکی پیدا میکنن که با همدیگه ائتلاف کنن. یا گاهی اوقات فرزندان توی این خانواده ها نقش بزرگسالان رو بر عهده میگیرن. حالا توی این شرایط وقتی تغییر اتفاق میفته، وقتی مصرف کننده وارد پروسه درمان میشود یا درمان میشود و برمیگرده توی خانواده، میخواد نقش‌های خودش رو پس بگیره، در صورتی که خانواده به عنوان یک سیستم مانع از این خواهد شد، چرا که یه اختلالی در تعادل و ثبات خانواده به وجود میاد. من به عنوان فرزند اون خانواده جایگاه نور چشمی و جایگاه خوب بودن خودم رو در خطر می‌بینم، یا ممکنه والدین دوباره تنش‌هاشون به یک شکل دیگه یا حتی شدیدتر از قبل بروز پیدا کنه. یا میتونیم اینجوری به قضیه نگاه کنیم که خانواده دیگه نمیتونه مشکلاتش رو به قولشون من به یک بز تلیعه ساز یا بیمار معلوم نسبت بده وقتی که مصرف کننده مواد توی دوران بهبودی و یا درمان شده. در نتیجه اون مشکل قانونی که خانواده همیشه همه چیز رو ارجاع میداد و اون رو متهم میکرد دیگه وجود نداره. اون خزانه رفتاری خانواده به نظر میرسه که مطابق بوده با حضور یک فرد مصرف کننده. الان اون حضور نداره و نمیتونه تمام مشکلاتش رو ارجاع بده. در نتیجه دانش خانواده برای زیستن در چنین شرایطی پاسخگو نیست. حالا حتی اگر بخوایم از منظر خانواده درمانگرهایی که ساختاری کار میکنن هم به این قضیه نگاه کنیم، باز از این مشکلاتی از این جنس رو داریم. اگر بخوام ساخت رو خیلی ساده سازی کنم تعریفش رو، به این معنی که همه ما اگر دقت کنیم توی خانواده‌های خودمون وقتی که سر میز نهار شام میشینیم یا حتی سر سفره، هر کسی یه جایی داره. پدر اصولاً اینجوری که یه جای مشخصی میشینه، مادر یه جای مشخصی میشینه، فرزندان هم همینطور. حالا اگر در این میان اگر امتحان کنید این رو جای پدر بنشینید، وقتی که پدر میخواد بیاد سر سفره انگار سردرگم نمیدونید کجا باید بشینید. ممکنه حتی شما نگاه سنگین برادر خواهر رو احساس کنید که داری چیکار میکنید، یا حتی ممکن تذکری دریافت کنید ممکن که بلند شو بابا باید بشینید. این یه الگوی تعامل تکرار شونده توی خانواده یه تغییری توش ایجاد شده. این مسئله خیلی ساده است. حالا شما ببینید توی حوزه اعتیاد این تغییره خیلی شما میخواد از یک مادری که رابطه‌ای در هم تنیده با فرزندش داره بخوای که رها کنه اون چیزی که اونا بیشتر روش تاکید میکنن، دست از کنترلگری خودش برداره. خیلی سنگینی برای مادر و خیلی سخته یک چنین تغییری. یا از یه پدری که به لحاظ عاطفی فاصله گرفته میخوای این رو نزدیکترش کنی به اون فردی که در پروسه درمان هست.
به هر حال مقاومت طبیعیه به نظر میرسه با این اوصاف و حالا اون قسمتی که از عوامل اجتماعی فرهنگی که میتونن روی موضوع تاثیرگذار باشن، من به سیستم پدرسالاری و مردسالاری میخوام اشاره کنم که مردان در فرهنگ ما نانآور هستند. مردان پیوند خورده مردانگی در فرهنگ ما با نیروی جسمانی، با قوای جنسی، با اقتدار، با سلطه، با تصمیم گیری در خانواده و زنانگی پیوند خورده، با سلطه پذیری، با فرمانبرداری، با سازگاری و مادر بودن پیوند خورده، با ایثار، با گذشت. اینا همه میاد توی تعاملات بین فردی خانواده تاثیر میذاره، به این معنا که شما وقتی که از این مادری میخواید که کنترلگریش رو کم کنه، با اون کلیشه هایی که داره از مادر فداکار و ایثارگر در تضاد قرار میگیره. یا وقتی که یک همسری شکایت میکنه از همسر بهبود یافتش مبنی بر اینکه رابطه جنسی ما قبل از اینکه تو درمان کنی بهتر بود، حالا اون موقع هم شکایت داشت ولی اون موقع که مواد میزدی بهتر بود، یا خانواده‌ای که تحت فشار قرار میده مصرف کننده‌ای رو که توی پروسه بهبودی هست یا درمان شده برای اینکه همه بچه‌هایی که همسن و سال تو هستن الان زن و بچه دارن. تو الان این یه عبارتی بود که یکی از مادران میگفت همسر من به پسرم میگن همه الان زن و بچه دارن، میخوان بچه هاشون رو شوهر بدن، زن بدن، تو هنوز به فکر اینی که بازوهاتو باد کنی، چون رفته بودش ورزش میکرد. به هر حال ساختار خانواده به یک نوعی به رغم اینکه سالها تلاش میکنه برای اینکه مصرف کننده رو وارد پروسه درمان کنه، به صورت ناخودآگاه پس میزنه اون رو و اون رو به سمت مصرف مجدد مواد سوق میده. حالا در ارتباط با درمانگرها هم یه اتفاق دیگه میفته و یه جور دیگه این موانع فرهنگی تاثیر گذارن. درمانگر اصولاً خانواده ها به درمانگران اعتماد لازم رو ندارن. حالا این میتونه نشأت گرفته از تجربیات گذشتهشون باشه، البته خیلی وقتا خودشون تجربه نکردن این موارد رو و شنیدن و تعمیمش میدن به کل جامعه درمانگرها. حالا ممکنه بعضا یه خطاهای درمانی بوده، یه سوء تجویزهایی هم وجود داشته، اما واقعا تعدادشون به نسبت محدودتر از آن چیزی است که فکر میکنن خانواده ها. علاوه بر این یه رابطه مستقیم مالی ما داریم بین درمانگرها و خانواده ها و به صورت کلی دریافت کنندگان خدمات که این یکم توی فرهنگ ما میتونه مشکل ساز باشه. اگر ما رابطه بین درمانگران و خانواده رو یک رابطه سلسله مراتبی بدانیم که اولا این اتفاق میفته، یک نابرابری قدرتی به هر حال وجود داره. در فرهنگ ما کسانی که در فرادست قرار دارن، یعنی این رابطه فرادست فرودستی رو در نظر بگیریم، ما زمانی ازشون پذیرششون میکنیم، زمانی ازشون تبعیت میکنیم که ما منتسب کنیم به یه سری ویژگی‌های اخلاقی، یه سری الزامات بزرگمنشانه. و درمانگرها وقتی که ارتباط مستقیم مالی دارند با دریافت کننده های خدمات، متهم میشن به سودجویی. هر نوع تجویزی که قرار داشته باشن، هر نوع توصیه‌ای که قرار داشته باشن، به خصوص اگر که تاکید روی بلند مدت بودن این درمانه، میشه سودجویی درمانگر. میشه اون فرادستی که به فکر منافع اقتصادی خودش هست و در نتیجه اون پذیرش و تبعیت از جانب من خانواده در یک چنین سیستمی اتفاق نمیفته. و البته حالا موضوع درمان، خدمات درمانی
هستن میتونه تاثیرگذار باشه. گرچه در رایگاه بودن اون خدمات هم باز یه توضیحاتی میشه داد که به واقع خیلی از این خدمات به اون شکلی که ما فکر میکنیم رایگاه نیست. حتی مثلا منظورم توی گروه‌های خودیاری که وجود داره به هر حال ما هم دارن از یک مسیری درآمدزایی میکنن که اون سازوکار رو اداره میکنن و به هر حال نگاه اینه که اونها درمان‌های از جنس درمان‌های رایگان هستن. موضوع دیگه اینه که پذیرش پایین نسبت به درمان‌های دارویی هست. به واقع خانواده‌ها اعتیاد رو بیماری نمی‌دونن، اعتیاد رو یک نوع ضعف اراده می‌دونن. وقتی که ضعف اراده در کار هست، قاعدتاً ضعف اراده رو با دارو شما سراغش نمیرید، یا اینکه اون معنی پیدا نمی‌کنه یا استمرار در درمان معنا پیدا نمی‌کنه، چون اونها اساساً اعتیاد رو یک بیماری نمی‌دونن و پذیرششون نسبت به دارو هم خب قاعدتاً کم خواهد بود. ضمن اینکه ما داریم در یک فرهنگی زندگی میکنیم که همه مقوله ها رو در تقابل با مقوله های دیگر درک میکنیم. دکتر راتفن فرمودن که ما وسط بوم نمیتونیم باشیم، یا این طرفیم یا اون طرفیم. این ثانویت گرایی توی فرهنگ ما، اهورامزدا و اهریمن، خیر و شر، خوبی و بدی، ما همه چیزی در تقابل با همدیگه میشناسیم. فضای خاکستری برای ما نامأنوسه، برای ما هراس‌آوره، برای ما نگران کننده است و به نظر میرسه آنچه که درمان‌های نگهدارنده دنبالش هستن تو این فضای خاکستری می‌گنجه. به خاطر اینه که برای ما یا درمان به معنای پرهیز از مواد، به معنای قطع مصرف مواد، یا این معتاده. یعنی این فضای بین این که میتونه جنسش از جنس درمان‌های نگهدارنده باشه برای ما خیلی ملموس نیست. خب برای ما هراس‌آور، نگران کننده. ما نسبت به این موضوع بی‌اعتماد هستیم به لحاظ فرهنگی. ترجیحمون اینه که بریم توی درمان‌های پرهیزمدار تا این جنس از درمان. و یه بحث دیگه اینه که متادون توی کشور ما حالا به عنوان یکی از اصلی ترین داروها در درمان‌های نگهدارنده خاصیت دارویی خودش رو شاید از دست داده ما و توی بین خانواده‌ها وقتی که شما باهاشون صحبت می‌کنید خیلی در هراسند که فرزندانشون حالا دارن مثلا داره تحریک هم مصرف میکنه، باز اعتیاد به متادون هم پیدا کنه و خود متادون انگار همراه با یک انگ و برچسب منفی شده و انگار یک مبادله احمقانه بین یک ماده مثلا مخدر با یک ماده مخدر دیگه محسوب میشه و این موضوع خب بی تردید روی درمان تاثیرگذار هست. یک بحث دیگه اینه که به نظر میرسه توی اتاق‌های درمان اگر ما بخوایم یک رابطه درمانی درست برقرار کنیم به عنوان یک درمانگر با مراجعه کننده های خودمون و حالا بر اساس خیلی از رویکردهای درمانی روی بحث خودافشایی خیلی تاکید میشه. اما خودافشایی توی فرهنگ ما یه شکل خاصی پیدا میکنه به این معنا که ما توی فرهنگمون یه تقابل بین ظاهر و باطن داریم. توی موقعیت‌های بیرونی ما اصولاً در مورد احساسات و باورهای واقعی خودمون صحبت نمی‌کنیم. یعنی این فرهنگ به ما میگه، حتی باورهای مذهبی ما داره این رو به ما میگه که شما مثلا اگه یه گناهی می‌کنی باید پیش پروردگار توبه کنید و مجاز نیست این رو بشه یه آدم دیگه بیان کنی. ما احادیث و روایت‌های زیادی داریم مبنی بر اینکه سرت رو نزد خودت پنهان کن و توی موقعیت‌هایی که موقعیت‌های بیرونی هست ما به واقع داریم ظاهرسازی می‌کنیم
خیلی وقتا خود واقعیمون نیستیم. حالا هرچی که احساس کنیم اون رابطه سلسله مراتبی تره، اون آدمه یک جایگاه متفاوتی با من داره، بیشتر این اتفاق میفته و ارتباط بین خانواده ها و درمانگرها به نوعی از این جنس میشه، از این جنس که من باید بشه یک آدمی که دیگریست، آدمی که خیلی یعنی باهاش آشنا نیستم، برم در مورد خصوصی ترین مسائل زندگی صحبت کنم و با توجه به اون پیشینه فرهنگی خودافشاییه برای من کار راحتی نیست و خب بی تردید به خاطر اینه که من توی موقعیت‌های بیرونی بی‌اعتماد هستم و در مقابل این موقعیت‌ها ما یه موقعیت‌های درونی داریم، موقعیت‌هایی که ما الان تو معماریمون هم توجه کنیم، یه اندرونی و بیرونی داریم. اندرونی همیشه جایی بوده که صمیمیت توش اتفاق می‌افتاده، جایی بوده که ما احساسات و عواطف واقعیمون رو بروز می‌دادیم اونجا. شاید یکی از عواملی که ما با گروه‌های خودیار خیلی راحت ترین به عنوان خانواده هایی باشه که اون احساس برابریه، اونجا فکر می‌کنیم یه فضای شدید اون اندرونه، یه تجربه مشترکی با من داره، جزء آدم‌هایی محسوب میشه که من میتونم در مورد مسائل مشکلاتم باهاش حرف بزنم. یک بحث دیگه بحث فاصله حرفه‌ایه که توی روابط درمانگر و خانواده‌ها خیلی بهش تاکید میشه. درمانگران تو اصول حرفه‌ایشون هست که نباید خیلی نزدیک بشی به مراجعه کننده خودت و خیلی تاکید میشه روی این موضوع که این یه خطای حرفه‌ایه، در صورتی که حالا از اون طرف خانواده وارد اتاق درمانگر وقتی که میشه، درمانگر اتاقش برای خودش محیطیه که آشناست، حتی روش درمانش رو بارها توی کیس‌های مختلفش امتحان کرده، حتی روش درمان هم براش آشنا هست. اما وقتی که من به عنوان خانواده وارد اون فضا میشم، اون فضا برای من ناآشناه، اون متد درمانی برای من ناآشناست. من اومدم که از درونی ترین موضوعات زندگیم، از خصوصی ترین موضوعات زندگیم با کسی صحبت کنم که ناخودیه، دیگریه و توی این موقعیت ما توی موقعیت فرادستی فرودستی که قرار میگیریم، جایی که احساس بی‌ارزشی میکنیم. احساس بی‌ارزشی از چه جهت میکنه؟ من نتونستم مشکل خانواده خودم رو حل کنم. حضور من در اتاق نشون دهنده عکس منه و این احساس بی‌ارزشیه خیلی وقتا در شکل مقاومت بروز میکنه. به این شکل که ما میخوایم یک جوری کنترل کنیم اون رابطه، اون احساس بی‌ارزشیه شاید با کنترل رابطه، با مقاومت در برابر درمانگران میتونم تغییر پیدا کنیم. یک بحث دیگه مداخلاتی هست که مداخلات منفی که توسط خودی ها انجام میشه. باز هم میگم این تقابل بین خودی و ناخودی توی فرهنگ ما، خودی ها قابل اعتماد هستن، خودی ها خیلی ما رو میخوان، اما ما نسبت به دیگری ها و ناخودی ها حس رو نداریم که الزاماً خیلی ما رو میخوان و اینجاست که یکی از اعضای فامیل من، همسایه من، یکی از دوستان من اگر که توصیه‌ای به من کنه میتونه توصیه های درمانگر رو نقش بر آب بکنه، به خاطر اینکه درمانگر گفتم ممکنه ما یه لیبل هایی بهش بچسبونیم مثل سوت، ولی در مورد خودی ها این حس رو نداره. و انتظارات غیر واقع بینانه‌ای که خانواده ها از درمان دارن، یکی از این موضوعات برمیگرده به نگاهی که جهتگیری‌های کوتاه مدت خانواده ها توی حوزه درمان. ما فکر می‌کنم همایون
ماتوسیان هستی کتاب داره با عنوان ایران جامعه کوتاه مدت، اشاره میکنه که ما به دلایل تاریخی، به دلایل زیستمون توی این جغرافیا همیشه احساس ناامنی میکردیم که از یه جایی به ما حمله میشود و این باعث میشه که ما روی برنامه‌ریزی‌های بلند مدت نباشیم. ما علاقمند به یعنی ترجیح اینه که منافع کوتاه مدت به دست بیاریم تا به فکر منافع بلند مدتمون کمتر هستیم. و خانواده ها حالا این میتونه تاثیرگذار باشه روی بحث سیاست، اقتصاد، روی روابط اجتماعی ما و قطعا روی خانواده ها هم تاثیرگذار توی حوزه درمان. خانواده ها درمان هایی رو که در کوتاه مدت اتفاق میفته رو بیشتر درمان به واقع در یک پروسه کوتاه مدت اتفاق نمیفته، ولی اونها ترجیح میدن که تکلیفشون با خودشون روشن باشه. برم کنده نشست بهم میگه 11 ماه طول میکشه اگر با من همراه باشی، بعد از اون تو رها شدی، تو درمان شدی، اگر 11 ماه رو با من خوب پیش بری. برم کم نهایتا 1 ماه میمونم، حالا نه اصلا 6 ماه میمونم و اوکیه روزا. ولی وقتی که میای شما توی درمان‌های نگهدارنده اتفاق نمیفته. یعنی درمانگر روز اول نمیتونه به شما بگه که شما این تایم رو قراره توی درمان بمانید و بعدش پرهیز شد، اصلا هیچ وقت به قطع مصرف نرسه اون طرف. و این فضایی هستش که خانواده‌ها باهاش راحت نیستن و به طب در مقابل این شکل از درمان‌ها مقاومت میکنن. و یک موضوع دیگه اینه که درمان به نظر میرسه در کشور ما خیلی مقوله غیر سکولاری نیست. یعنی برای ما و برای خانواده ها خیلی فقط پرهیز از مواد و قطع مصرف مواد نیست که مهمه. در کنار اون باید اتفاق دیگری هم بیفته. باید رفتارهای غیر اعتیادی مصرف کننده هم کنار گذاشته بشه. یعنی مثلا اگر که همچنان دروغ بگه، همچنان پرخاشگری کنه، این از نظر خانواده ها کمتر حمایت میکنن. حالا میخوام بگم که نه تنها ما برای درمانگره اون الزامات اخلاقی رو در نظر میگیریم، حتی برای مصرف کننده های موادی که توی پروسه درمان قرار میگیرن همین موضوع اخلاقیات خیلی برای بعضی هستن میگن که شما چیزی که ندارید روش مانور میدید، گویا اخلاق خیلی موضوع کمرنگی هست توی کشور ما که ما اینقدر همه چیز رو میخوایم به یک نوعی پیمان بدیم با اخلاق. بحث استیگما رو هم که حتما همگی در موردش شنیدیم، این تاثیرگذار هست. حالا نه صرفا استیگمای مصرف مواد که استیگمای درمان برای خانوادانی که وارد پروسه درمان که میشن. اصلا اینکه یه درمانگر نسبت به چه قضاوتی داره، میگه چه خانواده‌ای بوده که محصلش نشده، یا حتی ممکنه روی ازدواج فرزند من تاثیر داشته باشه، روی آبروی خانواده من تاثیر داره. و در انتها من دوست دارم این موضوع رو هم بهش اشاره کنم که ما این رو البته توی کتاب‌های مختلف جامعه شناسی شما می‌بینید یک ضدیت عجیب غریبی با دانش مدرن داریم و ریشه تاریخی داره و به صورت کلی ما رویکردهای سنتی رو به نظر میرسه که ترجیح میدیم به متدهای علمی و تخصصی. شاید این بیشتر توی مواردی هم هست که البته ما خیلی نسبت به اثر بخشی درمان اطمینان نداریم. بیشتر این بحث‌های رویکردهای سنتی برای ما اهمیت پیدا میکنه. ممنونم از اینکه گوش دادید.